روی سنگباد.ドキドキワクワクするけれどおっかなびっくりするけれど旅に出かけりゃシンドバッドいつかはそいつも思い出さ飛び出せ飛び出せシンドバッドもりもり勇気も湧いて出るどこか知らない世界で僕を呼ぶのは誰だ飛び出せ飛び出せシンドバッドもりもり勇気も湧いて出るどこか知らない世界で僕を呼ぶのは誰だجزیره شناور. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند. سندباد با یک دنیا امید و اشتیاق راهی سفری بس دور و دراز شد. سندباد می‌خواست شهرهای دیگر دنیا را نیز سیر و سیاحت کند. شماها دیگه کجا بودین؟ بریم پی کارتون یالا از اینجا دور شین. مگه نشنیدین چی گفتم؟ بریم پی کارتون مزاحم نشین وگرنه عصبانی میشم و حسابتون رو میرسم. برین گم شین. خیلی عجیبه. این پرنده ها اینجا چی کار بکنن؟ برای چی اومدن اینجا؟ موضوع چیه؟ اما جون مگه این پرنده توی دریا زندگی نمیکنن؟ چرا زندگی میکنن؟ البته لب دریا، کنار خشکی، نه وسط دریا. پس حتما نزدیکی ها جزیره ای هست ها؟ سندباد چشماتو خسته نکن، راحت باش. دیر یا زود چیزای جالبی خواهی دید. هنوز راه درازی در پیش داریم. نگاه کنین جزیره اونهاش اونجاست. کجاست؟ جزیره؟ کجاست؟ دروغگوی بچه جزیره ای تو کار نیست. آی هارون کجایی؟ تو جزیره میبینی؟ آی هارون کجایی؟ تو جزیره میبینی؟ نه قربان. با دوربین نگاه کن. دوربین نگاه کن. نه قربان، من که اثری از جزیره نمیبینم. خیر خب، معلوم میشه شیلا اشتباه کرده بوده. خواهش میکنم دیگه منو دست ننداز. باور کن من تو رو دست ننداختم، خودم با چشمای خودم دیدم. من دروغگو نیستم. به من میگن دروغگو. نه خیر، من دروغگو نیستم. اون عصبانی شده. الان کشتی غرق میشم. بیاین نگاه کنیم. وای باور
باور کردنی نیست، اون یه جزیره است. سنباد حیرت زده در انتظار رویدادهای آینده ایستاده بود و فکر می‌کرد که هر آن ممکن است حادثه‌ای جالب برایش اتفاق بیفتد. خودو جونم. من شنیده بودم این طرفا جزیره‌ای هست که روی دریا شناوره، ولی با وجودی که 20 سال دریا نوردی میکنم، امروز اولین بار جزیره رو با چشم خودم میبینم. اما جون اگه این جزیره چه جوریه؟ والا من عقلم قد نمیده به این سوال تو جواب درستی بدم، ولی میدونم یکی از جزیره‌های مرموز دریاست. اینطور که میگن تغییر جریان آب جزیره‌هایی رو که ته دریا رفتن دوباره میاره بالا. من هیچ نمیتونم باور کنم، اصلا باورم نمیشه. نگاه کنی چقدر قشنگه. عمو جون شما موافقین توی جزیره پیاده بشین؟ والا بد نیست استراحتی بکنیم، ولی وقت رو هم نباید از دست داد. بازر بگو ببینم نظر تو چیه ها؟ الان دیگه وقت نهاره، بعدم نمیاد نهارمون رو تو جزیره بخوریم. ممکنه جالب باشه قربان. خیلی خوب خیلی خوب، پیاده میشیم. افراد میریم ساحل. شنیدید چی گفتم؟ شاید تو این جزیره پر از گنج باشه. عجله کنید. ساعت قربان. بادبانا رو ببندید، لنگر رو بندازید. اجازه هست من قبل از همه پیاده بشم؟ خیلی خوب باشه. وقتی دوستات بشنون تو اولین نفری بودی که تو جزیره شناور پیاده شدی تعجب خواهد کرد. آره. اوه شیلا کجا میری؟ تو نمیتونی بری ساحل. چرا نمیتونم؟ حس ششم بهم میگه این جزیره خیلی عجیبیه. عجیب بودنش برای من هیچ مهم نیست. من میدونم تو میخوای قبل از من بری، ولی من باید اولین نفری باشم که پاشو میذاره توی ساحل. خیلی خوب، هر جا دلت میخواد برو. من چون خاطرتو میخوام اینو بهت گفتم. بعدن دیگه حق نداری ملامتم کنی یا ده. میدونم بعد هر چی سرش بیاد منو ملامت میکنه. برو، من اولین نفر هستم. اوه هنوز هیچی نشده، خوردم زمین. خرچنگ سب کن بگیرمه. سب کن دیگه، سب کن. او خدا جونم یه خرچنگم بالای درخته. خیلی خوب الان میندازمش پایین. یالا بیا پایین، بیا پایین. زود باش بیا پایین، بیا پایین دیگه. زود باش. بهتره فرار کنم. دارم شوخ در میارم. تو حالا خرچنگی به این بزرگی ندیده بودم. به چه منظره قشنگی. هیچ فکر نمی کردم اقیانوس به این بزرگی باشه. از این بالا میشه به خوبی همه جا رو دید. افراد گوش کنید، زود برای خوردن نهار آماده بشید. سنباد زیاد از اینجا دور نشو، تا چند دقیقه دیگه نهارمون آماده میشه. میرم همین اطراف گردش کنم، زود برمیگردم. گمونم از اینجا خیلی خوشش اومده. وای خدا جونم اینجا رو ببین. تو حالا صدفی به این بزرگی ندیده بودم، خیلی قشنگه. خیلی عالیه، چه صدای خوبی هم داره. وای
چه چیزایی با ارزشی اینجا پیدا کردم. اصلا فکر نمی‌کردم یه همچین چیزایی اینجا باشه. اگه حسن اینا رو ببینه تعجب میکنه. هر کی این گوش ماهی‌ها رو ببینه حسودیش میشه. این دیگه چیه؟ خیلی عجیبه. نکنه این یه چشمه سیرآمیز باشه. سنباد، نهار حاضره، زود برگرد و الا غذا تو میخورن. حالا میام عمو. خیلی خوشمزه است. عجب چقدر گرسنمه. توی همچین جایی نار خوردنم کیف داره ها. رو در باشی نکنین، بخورین تا سیر بشین. پسش خیلی خوشمزه است. به به. زبونم آتیش گرفت اما خیلی خوشمزه است. به دردسر افتادیم. یه دردسر بزرگ، یه دردسر بزرگ. شیرین نفر دیگه چی شده ها؟ عجله کنید زود برگردین تو کشتی. مرغای دریایی وقتی میرفتن میگفتن جزیره داره بیدار میشه. جزیرم بیدار میشه؟ معلومه چی داری میگی؟ این که گفتم جدی بود. باور کنید جزیره داره بیدار میشه. یالا فرار کنید. چی شد؟ چی شد؟ چرا جزیره تکون میخوره؟ وای خدا جونم نجاتم بده. وای کمک. ای خدا یکی به داد ما برسه. سنباد کجایی؟ کجا هستی؟ مواظب باشین. سوار کشیشین زودتر. بیا برید تو کشتی. یک کمی تندتر بیا، عجله کن. دیگه چیزی نمونده، الان میرسیم. عمو جون حالتون خوبه عمو؟ آره جونم، تو زودتر برو تو کشتی، منم الان میام. یعنی بجام بین زود باشین. آهای سب کنید منم بیام. سب کنید. مدایی لنگه رو بکشین. با سرعت بریم جلو. حرکت میکنیم. صبر کنید، صبر کنید. منم با خودتون ببرین. سب کنید من جا موندم. کمکم کنید. اوه خدای من، عجله کن، سنباد. الان جزیره میره زیر آب. سنبادو جا گذاشتین، باید برگردیم نجاتش خدا بدیم. نمیتونیم برگردیم، خیلی خطرناکه. اگه برگردیم بیچاره ما میشه. نمیتونیم سنبادو تنها بذاریم، باید نجاتش بدیم. اونجا مگه چیه؟ وای یه نهنگه. ما را پشت اون نهنگ گنده نشسته بودیم. خدای بزرگ. کمک.
سنباد بپر تو دریا، عجله کن. چی کمکم کنین؟ من میترسم عمو. همونجا باش، من الان میام. همونشون کجا رفتین؟ منو تنها نذارین، کمکم کنین، کمک. خواهش میکنم تنها نذارین، من میترسم. منو با خودتون ببرین. شیلا کمکم کن شیلا، من از اینجا نجات کاری بده. از دست من ساخته نیست. من چیکار میتونم بکنم؟ من که هرچی میگفتم باور نمیکردی. معذرت میخوام، منو ببخش. بگو بیان من از اینجا نجات بدم. خیلی خوب باشه. عجله کن، بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. اوه خدا جونم. خواهش میکنم نجاتم بدین، من میترسم. نجاتم بدین. آهای سنباد جونم. اوه من نمیدونم این نهنگه کجا داره میره. شیلا گفتی نجاتم بدن؟ هنوز نه. من چون دیدم نهنگه راه افتاد دوباره برگشتم اینجا که تو تنها نباشی. باید زودتر یه کاری کرد وگرنه من غرق میشم. داره چی کار میکنه؟ اینطور که معلومه خیال داره بره زیر آب. سنباد کجایی؟ سنباد کجا هستی؟ سنباد آهای سنباد کجایی؟ سنباد آهای سنباد حالت خوبه؟ سنباد کجایی؟ سنباد سنباد کجا هستی؟ سنباد سنباد حالت خوبه؟ شیلا کمکم کن، من میترسم. زودتر بپر تو آب. درخت ول کن، بپر تو آب. سنباد وای سنباد
تو دریا و الا نهنگه تو رو با خودش میبره زیر آب. سندباد کجایی؟ سندباد کجایی؟ سندباد! سندباد کجا هستی؟ بگو کجا رفتی؟ کجا هستی؟ تو سندباد هر جا هستی خودتو نشون بده. آی سندباد! سندباد سندباد جونم کجا رفتی؟ خودتو نشون بده سندباد. آی سندباد کجا هستی؟ سندباد خیلی متاسفم دیگه کاری از دست من بر نمیاد. آخ جون سندباد تویی؟ جان نجات پیدا کردم. نجات پیدا کردی آره. آره کنار. من وقتی توی اقیانوس گیر میفتم هیچ نمیدونم اول چی کار باید بکنم. جزیره اونجا رو نگاه کن. یه جزیره. حالا دارم امیدوار میشم من با شنا میرم به طرف جزیره. حالا سندباد جون ادامه بده دیگه چیزی نمونده برسی. سندباد بر پشت آن نهنگ غولاسا با سختی‌های بسیار دست به گریبان شد و سرانجام نجات یافت. اکنون کسی چه می‌داند که سندباد در این جزیره عجیب به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net. なんでもかんでも見てやるぞなんでもかんでも知って